سلام بچه، حالتون چطوره؟ تو این جلسه میخوایم یه انیمیشن خیلی جذاب رو با هم یاد بگیریم. هر صفحه‌ای که دوست داریم رو میاریم و یه اسپرایتی که دوست داریم هم قرار میدیم. من اسپرایتم قرار میدم اینجا. بهش میگم وقتی پرچم سبز کلیک شد، برو به کجا؟ برو به X و Y. حالا بعدش میخوام چیکار کنم؟ بعدش میخوام اینطوری سر بخوره به اینجا. بهش میگم سر بخور در 1 ثانیه به این X و Y که برات مشخص کردم. یه ذره مکس براش میذاریم. بعدش باید الان بهش چی بگیم؟ وقتی داره از این طرف به این طرف حرکت میکنه، جهتش روی چنده؟ جهتش روی 90 قرار داره. حالا من اگه بخوام اسپرایتم از اینجا بره به اینجا، نمیشه که همین شکلی بره بالا، بعد این جهت رو بگیره. من اول پروژه بهش میگم در جهت 90 قرار بگیر. حالا الان باید چه جهتی رو براش مشخص کنم؟ جهت منفی 90 رو میذاریم ببینیم چطور میشه. جهت منفی 90 برای این بالا خوبه. الان چه جهتی براش خوبه؟ من 2 جهت دیگه میتونم امتحان کنم. یکی جهت 0 که جهت 0 برای این کار مناسبه. در جهت 0 قرار بگیر. از اینجا بره به اینجا. سر بخور در 1 ثانیه به X و Y. حالا باید جهتش رو دوباره عوض کنم. جهت منفی 90 اون موقع امتحان کرده بودیم. منفی 90 رو میارم و برای این جهت مناسبه. در جهت منفی 90 قرار بگیر. باید دوباره یه مکس براش بذارم که پروژه‌مون قشنگتر بشه. من میتونم برای اینکه هی نخوام بنویسم همینجا توی دستورات کد این رو بنویسم چقدر مکس کنه و دیگه همینطوری بمونه. در جهت منفی 90 قرار بگیر. سر بخوره به اینجا. دوباره بهش میگم سر بخور در 1 ثانیه. حالا باید دوباره جهتش رو تغییر بدیم، چون نمیشه که با همین شکلی بیاد رو زمین. نمیشه سرش رو زمین باشه. جهت 180 رو میزنیم، میبینیم خوبه. بهش میگیم از اینجا سر بخور به اینجا. یه مکس براش میذارم. سر بخور در 1 ثانیه به اینجا و در جهت 90 قرار بگیر. یه ذره برو بالاتر. ببینیم چی شد. اگه اشکالی داره با هم برطرف کنیم. بچه گربه من یه ذره سریعتر میره. میتونیم برای این که گربتون دیر بره و بهتر بشه این قسمت سر بخور در 1 ثانیه رو مثلا میتونین عددش رو تغییر بدین. بگین سر بخور در 2 ثانیه. ببینیم چه جوری میشه. گربه داره کندتر حرکت میکنه. حتما تمرین این جلسه رو انجام بده و توی دایرکت برام بفرست. همه تمرینتون رو چک میکنم. توی این جلسه ما دستور در جهت 90 قرار بگیر توی کد حرکت رو با هم یاد گرفتیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.